السلام علیکم اکای حاجی میرزا. ما از شهر دوشنبه به نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبتهای خود گفتید که با همسایه های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی میرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم. خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد. همه وقت بخشش دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد، با اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردن، چی ابروهای ایشان زخمی کردن، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گو معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست. باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود. وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود.